بسیار عکس‌های زیبا دوست داشتنی. روزم آفتاب ببینید و لایک و سابسکرایب یادتان نره. باش کاله موتر نزنم که هم از لایکش بگذارم از سابسکرایب. خانه ها رو خو میبینید که گل کاری کده. خانه گل کاری کنی زود یافته و میمانی کنی ما و تو هم سخنی. ساختمان ها بسیار دیگه بلند است. ساختمان های بلند بریدوود. او از این رام نیه به خدا. رام مسدود به زور خدا. باید بالا برم در سرک اصلی. این جای پیاده رو و حق رفتن هم ندارم از نظر قانونی، اما به خاطری که رانیه دیگه خود این طرف سرک هم تیر شدن همیشه چطور کنیم نگاه بیادر. چی شد از نظر قانونی و قانونی. خیلی چی کنیم مالی او طرف تیر شنیم بهتره دیگه. از او باز خدا مهربانه یک راهی پیدا میکنیم. نه دیگه امیر بریم کلن نزدیک پارکیم. میریم پارک اونجا هم ویدیو میگیرم میمانم. هوا هم گرم، اگرچه امروز یک مقدار باد هست. فکر میکنم مردم ها زیاد نباشه ولی بازم احتمالش هست. ببینید دیگه ویدیو رو بیننده فقط باشید. خیلی جاها را سرک ها را به این لوکسی و به این زیبایی نرای بایسکل هم از اینمی سست و ورود میکنیم به پارک. اینم از پارک و دریاچه کلان دریاچه داره. بریم اگه جای گوشه اینجا جای آب بازیشه معمولا دیگه. میبینید جا را اینجا یکی نه یک لوکس دریاچه داره اینجا. میبینید در دریاچه را چقدر جالب است. اگه جای سایه پیدا کنیم نه اینجا خرس خوب هم داره. یه هم یکی از چاینیزی ها مشغولی. یک مقدار چی شده چه میگه سبزی از بین رفته. یک مقدار سبزی از بین رفته. یک دانه جای سایه نیه چوکی سایه داشته باشه او برادر. رقمی خوی جای سایه باشه بشینیم یک چند دقیقه.
یک چوکی است سایه نداره. چوکی ها رو علف گرفته کلا در اینجا. نفر نیامده چوکی ها پوری علف شده. نی دیگه چی وضعتان چونه. این طرف چوکی پیدا نکردیم، میریم همه تو طرف میشه پیدا میشه. چطور پیدا نمیشه یعنی چی؟ در یک گلی صبح چوکی پیدا نمیشه، نمه چوکی پیدا کنم. خوب اکی ویدیو رو باش رای با اسکیل خوب نیه نداره. از همینجا چرخ بزنم هرچی که باد آباد. یا میتونه سرعت میچ عجله داره. و میبینید که من یک ساعت اینجا منتظر چی رقم ملت است گفته. حال گفته بودم یاره یک چیزی. بهتر عجله اوه در خود چه خبره؟ یک دقیقه صبر کن. چه گلای زیبایی، گل زیبایی های دل. میرمی دور نگرانم، نبودی به تو تنها گریه کردم سراپا به سراپا گریه کردم حالا بهتر زیلاقم کجایی و کجایی نشانی دل بری تاقم کجایی و کجایی. مسلمانان مچی دل و کشاله. سرک نرفتم، این سرک باز رانی. نمیدونم چی کنی ها داری. خیلی پایینه، پایین از پایین. یعنی خانه را دیدید از چوب جور میکنه، چوبی کلش. اینجا باز را بسته و وضعیت خراب. چی بلا هسته ای بلا. نه اوه از دیگه نمیرم که بیخی وضعیتش خرابه. مأمور احصاییه آمده که چک کنه که چند نفر در این خانه زندگی میکنید. نه کم کم در سرک اصلی رستم رفت دیگه. کمگان که خودی سرک اصلیه.
اصل سرک چراغ سرخ سر سبز سگه یا خرسی چه بلا هستی از علوتایش هست